سلام علیکم عزیزان دل. برنامه نوبتی گفته‌ها رو شروع می‌کنیم و مهمان ما خجسته. خوش آمدید خجسته بانو. وقتی که خجسته در روی صحنه برآمد میکند، هنرنمایی میکند، ترانه میخواند، با این صلابت، با این ارادت، با این شرافت همه مخلصانش گمان میکنند که پیراهایی که خجسته طی کرده است همیشه گلپوش بود، هموار بود و یگان مانعی نداشت این پیراه. وقتی که خجسته هنرنمایی میکنند آدم‌ها فکر میکنند که از کشتی به بزم آمده است، ولی راهی که خجسته پیموده است راه خیلی دشوار است و اصلا راه پیموده خجسته یک مکتب است، مکتب تحمل، مکتب صبر، مکتب طاقت و خجسته واقعا طاقت کرد، تحمل کرد، صبر کرد. مشکلی های زندگی با اصلاح ایرانی ها یواش یواش پشت سر شدند و روزهای زیبا فرا رسیدند. اینک شروع میکنیم. چی روزگاری داشتید در بچگی، در کودکی؟ همش را یک با ما قصه کنید. تشکر آقای آرزو. خب از چی سر کنم؟ دوران کودکی از من، بچگی ها. بله، دوران کودکی من در یکی از در باغستانی ناحیه شهری نو گذشته است. در اونجا ما یک حولی داشتیم. سبز خورم. بله. همونجا زندگانی میکردیم. بعد صنف 4 من با خواهش پدرم با مکتب موسیقی به نام زیادلو شهیدی برای تحصیل برفتم و در آنجا در بخش اسکریپکا تحصیل میکردم 4 سال. حالتهای شدند که در زندگی من مجبور شدم که مکتب رو بگذارم، بله، ترک کنم و بعدا از صنف 8 تا 11 در یک مکتب عادی تحصیل کردم. از ناحیه شهری نو ما کوچیده به شهر ترسی زاده رفتیم با مادرم. یعنی همون حالت ها چی حالت ها بودن؟ جداشوی والدینم. بله. یعنی جدا شدن. در اویلا شما یگانه دختر هستید یا که با خواهر دارید؟ نه، ما 3 دختر هستیم. من دوم فرزند هستم در اویلا. فرزند کلانی نامشان چی است؟ ممتاز. ممتاز. این قدر نامی زیبا. درود ممتاز جان. خواهرم رؤیا. رؤیا، بله، و یک دختر دارم. این قدر نام‌های زیبا. این نام‌ها رو برای شما کی انتخاب کرد؟ پدرم. میرزای خیاط، پدر خجسته، واقعا شخصیتی هستند منحصر به فرد، هم کاسب، هم اکتور، هم سخنگو، هم مجری. خلاصه من فکر میکنم که هنر به طور ژنتیکی از پدر به خجسته گذشته است. مادرتون یگان؟ مادر من معلمه هستند. معلمه زبان روسی و ادبیات روسی. عین حال در دانشکده زبان ها کار میکنم، فعالیت میکنم. تو جای من میدونم پدر شما زاده ولایت ختلان، انیقترش زاده ناحیه بستانی فرخار است. فرخار، بله، پدر من در فرخار به وی رسیده است. مادرتون چی؟ حصار. یعنی چگونه این دو نفر، یک از فرخار دیگر از حصار آشنایی پیدا کردن؟ در وقتی تحصیل کردن مادر من تحصیل میکردن، پدرم نیز در شهر بودن، اما اونجا شناس شدند، عاشق شدند. بله، یک عشق زیبایی داشتند در جوانیشان و بعدا به هم دیگر رسیدند. 4 فرزند رو به وی 4 فرزند. نام یک نفرش رو نگفتید شما؟ دادرم شبلی. شبلی. این قدر نام های عجیب. ممتاز، خجسته، رؤیا و شبلی. نام های زیبا. با شبلی و رؤیا و ممتاز بار دیگر درودی تهیه‌گران برنامه نگفته‌ها رو میرسونیم. سلام به شما و میخواهم راجع به نمون فاجعه‌ای که در عائله شما سر زد حرف بزنید. یعنی فاجعه برهم خوردن حیات عائلوی والدینتان. اون زمان من در صنف 8 تحصیل میکردم، صنف 8 بودم و شاید اون چیزی که در بین پدر و مادرم میگذاشت ما اون چیزا رو نمیفهمیدیم، برای که کودک بودیم. ماجرا میکردن زیاد. و این ماجراها به شما تاثیر نمیرسوند؟ به دخترها غمگین نمیشدید؟ برای همون آدمایی که عائله دار هستند و همدیگر فهمی از زندگیشون دور شده است، من بسیارتر توصیه میدیم که فکر فرزندانشون رو کنن، برای که برای حالت روانی فرزندان تاثیر میکنن. یعنی به شما تاثیر میکنه؟ شما دخترها که ممتاز و خجسته، ما کلانتر بودید. بله، چی میگفتید؟ خب گریه میکردیم، پدرمون هم دوست می‌داشتیم، نمیخواستیم که برود. حتی مثلا پیشنهادها نبودند که مبادا اگر پدر از مادر جدا شد کی با کی میماند، کی با کی میرود؟ این خیلی حرفا نبود؟ نه، این فقط خب فهمو که فرزندان باید با مادر بمونند. یعنی بیشتر شما با مادر دلتون میسوخت؟
به هر دوشون دلمون میسوخت. به هر دوشون دلمون میسوخت. خب چی بحث میکردن مثلا موجب بحث و این همه گفتگوزارشون چی بود؟ خب نمیدونم کار زیاد دشوار است درباره این چیز حرف زدن. کوتاه میگویم که همدیگر فهمی از بین آنها دور شد. بله و تقدیر و نصیب این است که آنها جدا شدن و ما با مادرم ماندیم. بالاخره چطور جدا شدن؟ همون روز جدا شویشون یادتون هست؟ همون روز رو یک بار به خاطر بیارید. به دادگاه رفتن. خب اون حالت ها ما در خانه بودیم و تنها این رو هر دوشون از سر گذراندن. ما فرزندان کم اشتراک کردیم در این بحث و مناظره اونها. بعداً مادر برگشت و به شما خبر داد. ما میدونستیم این بحث و مناظره اونا یک سال اخیر خیلی زیاد شد و دادگاه اونها یک سال زیاد دوام کرد، نیم سال زیاد، قریب یک سال دوام کرد و در آخر بالاخره یعنی شما علاقه تیار بودید که همین حادثه ناگزیر است. ما میدونستیم برای که حالت اویلا خوب نبود. آهسته آهسته روزای خوشی کمتر شد و خودتون میفهمید. عین حال حاضر میفهمم من هم مادرم رو هم درک میکنم، هم پدرم رو هم درک میکنم. بسیارتر مادرم رو درک میکنم. برای که 4 فرزند رو مادرم به وای رساند. به همه ما تحصیل رو اجازه داد. ما خواندیم، همه ما رو به وای رساند، نگاه کرد. یعنی کار میکرد مادر شما؟ مادر من کار میکرد. اولا در وقتی که ما در شهر نو بودیم دیرکتور مکتب رقم 10 بودند. بعدا در کالج کار میکردند، معلمه بودند. همه وقت معلمه بودند. کار میکردند با همون معاششون 4 فرزند رو به وای رساندند. رابطه شما با پدر قطع نشد بعد بر هم خوردن ازدواجی آنها؟ قطع شد گویم خطا نمیکنیم. ولی خب ما کوشش میکنیم گاه حرف بزنیم. و میخورید؟ راست دیگه یک 4 سال اخیر است پدرم رو ندیدم. برای که در تاجیکستان نیست. در کجا هستند؟ در شهر مسکو. و هجرت رفتند؟ بله کار میکنم اونجا فعالیت میکنم. اویلا برپا کردند؟ بعد از مادرم یک بار دیگر نشد بازم. باز بر هم خورد ازدواجشون؟ شاید خاراکترشان دشوار باشد. فرزنددار نشدند از ازدواج دوم؟ شدند. پسر دختر؟ پسر. رابطه دارید؟ نه. میدونم که نامش حلاج است. ممتاز چگونه پذیرفت این حقیقت بسیار تلخ را؟ در اویلا ممتاز از همه دختر وزبین است. با تحمل. با تحمل است. خیلی استرس زیاد داشتیم. استرس زیاد بود بله. همون لحظه بود که من 15-16 ساله بودم. این از همه لحظه هایی است که حالت روانی کودک یعنی گزارش انسان از سن سال نورسی به جوانی. بله برای همین شاید گوییم که کمی هم باشد حالت روانی ما کمی ضرر دیدم گوییم. حتی نمیگم. تو حاضر هست تاثیرش در ذهن شما؟ هست. شاید همون ترس است، ترسی که از ماجرای پدر و مادرم. یعنی ماجرا تو کجا میکشید؟ در حال که جدا شدن ما میدیدیم پدرمون میومد خونه برای که راه خونه رو میدونستم در شهری نه برای همین مادرم میخواست این رو یا که نمیخواست به هر حال میومدن فرزندانشون رو برای دیدن فرزندان برای که من فکر میکنم لحظه اول خیلی دشوار است. بعدا وقتی که ما اون خونه‌مون رو فروخته به شهر تورسنزاده کوچیدیم رفتیم بعدا اونجا اومدنش کم خونه نمی اومدن ولی میتونستم که آیند یگانجا شینیم در کوچه. بله در شهر. بله. مادرتون مثلا مخالفت نشون نمیداد در مسئله وخوری با پدر؟ نمیگفت که نروید؟ نه به دیداربینیش نروید؟ به وخوری نروید؟ نمیگفت. چی میگفت؟ خب وقتی پدرم می اومد میگفت بینید. یعنی مانع نمیشه؟ مانع عموما نمیکرد. ولی خودش دیدن نمیخواست. برای دیدن ما فرزندانش من مانع نمیکرد. چون گفتید که پدر دوم باره ازدواج کرد. مادرتون چی؟ مادرتون نخواست که ازدواج بکند؟ نه نکرد. تا هنوز. شاید شما پیشنهاد ندادید، اجازه ندادید. نه من برعکس میخوام که مادر من خوشبخت باشد. باره گفتید به مادر که میگویم شوخی هم میکنیم میگویم ولی نمیخواد. چرا؟ نمیدونم در دل و در فکر مادرم چی است. برای خیلی روحی دشوار رو در زندگی گذراندن برای همین شاید. چنان که گفتم ممتاز دختری وزبین بود و از همه دختر مهربان در عائله من ممتاز است. بله.
یک характери қавӣ мустаҳкам дорад ки баъд аз рафтани падарам аз оила шояд гӯем падарамон мумтоз буд. яъне сардори оила. бале 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 шахси солор яъне дар ҳама кор шумо аз мумтоз маслиҳат мепурсед. аз мумтоз бале бо мумтоз. мумтоз чӣ рӯзгору зиндагӣ дорад? биёед кӯтоҳак дар бораи зиндагии мумтоз накунед. хоб мумтоз чаро вақте ки пурсидам ин саволро додам як ханда дар чеҳраатон пайдо шуд, чашмонатон дурахшид. мумтоз мактаби миёнаи рақами 10-ро дар шаҳри нав тамом карда, хатм кард ва баъдан бо саводи худ чунон ки забони форсиро хеле равон ҳарф мезад, менавишт, аз тариқи квота ба Эрон рафтанд барои таҳсил, меъморӣ хонданд. 5 сол дар он ҷо хатм кард, омад 2 сол дар ин ҷо кор кард. баъдан оз айни ҳол дар англия зиндагӣ мекунанд. дар Англия? бале, дар шаҳри Манчестер Сити як 4 соли охир аст ки дар он ҷо кор мекунанд, фаъолият мекунанд. хуб биёед ба Англия салом мефиристем ба мумтоз. бале акнун рӯъё чӣ мавқеъ дорад? хулқу хӯи рӯъё чӣ гуна аст? зиндагии рӯъё чӣ гуна аст? рӯъёчаи мо аз ҳама духтари хурдӣ аст, духтари нӯзанини оиламон ҳамон аст. чанд сол аст? ҳозир 20 сол дорад. таҳсил мекунад? бале. дар куҷо? дар донишкадаи забонҳо. забонҳо? кадом забонро меомӯзад? забони русӣ, филологияи рус. шибли чӣ? дар ҳамон ҷо таҳсил мекунанд. ардашон барбари модарам ҳастанд. забони русӣ мехонад? не, шибли англо-араб. забони инглисиву арабӣ? бале. ягона ҳунарманд ман ҳастам инҷо. ман. хуб, рӯзгори шумо чӣ гуна аст? айни ҳол дар фикри барпо кардани оила нестед? чизе ки дар пешониам бошад дар насибу тақдирам. яъне ҳамун ҳаросе ки аз моҷароҳои падару модар шумо бардоштед, ҳамин ҳарос метавонад мисли як уқда ё ин ки комплекс дар ботини инсон пайдо бошад? метавонад. бале, бояд одам. шумо аз чӣ метарсед? ман масалан шумо гуфтед ки бисёр дар равонатон моҷароҳои падару модар таъсир кард, яъне ин дар шакли як тарс дар дили шумо ҷой гирифта? ҳамин тавр? шояд ба қавли забони русӣ мегӯянд абида. абида какая-то. ранҷиш. бале. ранҷиш аз ки? шояд аз падарам бошад. ин тарсро аз қалбатон, ин ранҷишро аз қалбатон дур карда наметавонед? шояд ба мурӯри замон метавонам. оло камтари дигар вақт лозим. барое ки модарам танҳо моро ба воя расонд ва мо низ аз ман худам аз 17 солагӣ кор кардам. ман ҳам таҳсил мекардам, ҳам кор мекардам. апам низ ҳамчунин. барои вақте ки зан дар зиндагии мустақилро аз ҷавонӣ шурӯъ мекунад, хеле зани устувор мешавад. вале шумо аз 17 солагӣ гуфтед ки корро шурӯъ кардед. чӣ кор? чӣ хел кор? кору фаъолияти ман роҷеъ ба санъату ҳунармандиам буд. яъне бо овозхонӣ алоқамандӣ дошт? ба қавли забони русо мегӯянд я подрабатывала. донишҷӯ ман намехостам ки модарам мо дар Турсунзода зиндагӣ мекардем. ман душанбе ҳар ҳафта меомадам, мерафтам. дар ин ҷо хоб ҳуҷра мегирифтем. яъне мехостед ки як кӯмаке вазниниро аз души модар бардоред? мумтоз чӣ кор мекард? мумтоз дар донишгоҳи политехникум кор мекардам. чӣ кор мекардам? онҷо дарс медоданд. муаллима? бале. шумо 2 нафар кор мекард? бале. хуб, он ҳолатҳои душворие ки дар зиндагӣ буд, онҳоро мо бо апам, бо модарам паси сар кардем. чӣ ҳолатҳои душворӣ? яъне душвории молиявиро шумо дар назар доред? ҳам ин, ҳам он. яъне буд душвориҳои молиявӣ? хуб, дар зиндагӣ ҳама буд. бале, буд. ман ба шумо як чизро мехоҳам гӯям. соли 2013 вақте ки дар яке аз чорабиниҳои сатҳи давлатӣ роҳбари давлат маро аз байни зиёд ҳунармандон барои таҳсил кардан дар аврупо, дар давлати Итолиё барои устод Адҳам Холиқов муроҷиат карданд ки маро ба таҳсил баранд онҷо. аз ҳамон лаҳза зиндагии ман иваз шуд. бале.
یعنی خوب شد زیبا شد زیبا شد کار و فعالیت هم نیز پیش رفت با ایتالیا رفته تحصیل بله در کجا در میلان در میلان بله در زادگاهی اپرا بله театри ла Scala театри ла Scala یک از تئاترهای مشهور جهانی است من اونجا بودم رفتم خوشبخت هستم که اونجا بودم زیر نظر کدام استادان تعلیم گرفتید من در اونجا زیادتر مرا استاد ادهم خالقов دستگیری میکردند و دیگر درس‌ها نیز داشتیم درس‌های رقص‌های فلامنکو و دیگر خب بودند استادا زبانی ایتالیایی رو ازبر کردید خب نمیگویم که روان حرف میزنم ولی میتوانم در ایتالیا شاید گم نشوم ارویدرچی بله چاو یک چیزی دیگر مادرتان از جدا شدنش راضی است و به نظر شما جدا شد و برد کرد یا اینکه باخت نباخت شرح بدهید خب چون که من گفتم بودند حالتهای دشواری که برای یک زن به وای رساندن 4 فرزند با یک معاش معلمه بودند من فکر میکنم آسان نیست حالتهای بودند ولی طاقت کردند صبر کردند ازدواج نکردند بازم خودشان را فدا کردند برای زندگی ما ولی با وجود عینی حال فرزندانش کلان شدند و دستگیر مادرمان هستیم چی خوجسته مثلا میدونید این حرفایی که این زمان شما گفتید در شکل یک تضاد است میگوید که به تنهایی فرزندان رو کلان کردن عذاب و مشقت زیاد داشتن ولی باز میگوید که نباخت برنده شد از جدا شوی با پدرتون یعنی وقتی که میگوید نباخت برنده شد چی رو در نظر دارید یعنی شاید اگر من فکر میکنم که روزی خوش رو نمیدید انا این جوابی دقیق است بله روزی خوش رو نمیدیدن یعنی زندگیشون دورنما نداشته به نظر شما مثلا برای پدر کی عزیزتر بود و از بین فرزندان پدر برای کی عزیزتر بود اگر راستش رو گویم باور نمیکنید از همه دختری دوستداری پدرم من بودم البته برای که همه وقت در برش بودم وقتی حالتایی که جدا هم در حالت جدا شوی هم بودن از دستم گرفته ما از شهرینه با پویست هر سر با خطاره بله با خطاره ساعت 5 و 10 یادم است پویست می اومد در خنوکی در زمستان می رفتیم از دستم گرفته اسکریپ کم در پشتم هر روز شنبه مرا می آورد روز دوشنبه مرا می برد ویولنچل می نوازید بله می نواختم حاضر چی حاضر زیادتر با آوازخوانی و با درس دادن آواز حالا چی حالا زندگی اویلوی چگونه است احوال مادر چگونه است چی روزگاری دارن احوال مادرم بهترین است من کوشش میکنم هر سال یک اونجا استراحت مادرم رو برم یک 20 روز پیش از مالدیو اومدیم با همراهی مادرم حالت مادرم بهترین است ما فرزندان در گیردش هستیم دستگیرش هستیم یگانه آدمی که در زندگی ما شاید از همه عزیز است و در برمون است مادرمون است با اون اویله‌هایی که مثلا در صدد این همه ماجراهای اویلوی قرار دارند چی توصیه میدید در هر یک اویله من فکر میکنم که باید همدیگر فهمی باشد و وقتی که در همان اویله در بین دو شخص فرزند پیدا می شود من فکر میکنم زیادتر باید پدر و مادر فکر فرزند را کنند فکر آن را کنند که فرزند در چه حالت میموند بعد از مناقشه و جنگ و جدال و جدا شوی آنها زیادتر تاثیر به فرزندان می شود سوال آخرین شوهر آینده خود را چگونه میبینید شما خب میدونید در زندگی من خود یک زن استوار هستم یک قوی اراده هستم برای من میخواهم که در زندگی یک مرد در زندگی من پیدا شود که از من قوی تر باشد حرف و سخنی اون کس برای قوی باشد بله بله خب اساس عشق است حرمت است چرا مثلا به اکثر بانوان مردهای بسیار
آرام طبیعت رو دوست می‌دارن، مردهایی که از گپی مثلا زن نمیبرید، این گونه مرد رو نمیخواید؟ نه نمیخوام این گونه مرد رو نمیخوام. مثلا مردی رو نمیخواید که تو اومدن شما از کار خوراک پزد، آش پزد؟ خب شاید در یگان حالت ها، ولی نه، من فکر میکنم شما خودتون میخواید برای شوهرتون خوراک زن جای زن دیگر است، جای مرد اگر دیگر این است. گونه مرد پیدا شد، مردی آرزوهای شما اومدید که به خاطر این مرد صحنه رو پرتویید، ترک کنید؟ صحنه رو بله. قدر سوال دشوار، من نمیدونم. من تمام زندگیم رو برای همین 27 ساله که دارم در صنعت بخشیدم و زیاد سهمم رو نیز گذاشتم. میپذیرید؟ نمیتوانم صنعت رو ترک کردم. یعنی صحنه رو از بحر عشق میگذارید به خاطر صحنه، به خاطر من هنر؟ فکر میکنم اون مردی که مرا حرمت کند، صنعت مرا حرمت کند، مرا دوست دارد، من چگونه که هستم همون خیلی مرا قبول میکند، مرا عوض باید یعنی نکند. خجسته رو با تمام هنرش باید بله، بپذیرد. صنعت این خودتون میدونید این یک چیزی والاترین است، این مثل یک راه قطاره است، باید راست روی، کج نروی. یعنی شما مردی رو میخواید که هم قوی اراده باشد، در عشق وفادار باشد، جاذبه داشته باشد و هم مانع نشود برای هنر شما. خیلی مردان عجب یک طلباتی داشته است این خجسته نازنین ما. یافتن چنین مرد فکر میکنم که کاری آسان نیست. خجسته جان، خجسته بمانی. تشکر. این بود صحبت ما با یکی از سراینده های نامدار خجسته میرزا ولی. بسیار سپاس میکنیم، همیشه مسلط و مکرم باشید. تشکر زیاد. همینجا برنامه ما به انجام میرسد دوستان عزیز. خاطرتون میکنم که برنامه ما در همکاری با مرکز مبل خانه من تهیه میگردد. مغازه یوسک واقع در شهر دوشنبه کوچه پولادی 43. خیر خوش میکنیم تا برنامه های دیگر در پناه یزدان باشید. خیر.